بازی کردن در ورزشگاه آزادی و در مقابل تماشاگران ایرانی نداره که دلیلش رو هم عنوان کرده که این تجربه رو داره. تیموریان این سانتر رو انجام میده، موقعیت و توی دروازه. گل دوم برای ایران. گل دوم برای ایران. ایران 2 اندونزی 0. چه کسی هم گل میزنه. کاپیتان جواد نکونام. ایران 2 نکونام 2 اندونزی 0. باز هم با یک ارسال و یک ضربه سر. خدمتتون عرض کردم که در تمرینات پیش از بازی این بار هم گل ایران از روی یک ضربه آزاد به دست میاد. گل اول رو خسرو حیدری ساند کرد و نکونام گل زد و اینجا تیموریان بازیکن تازه وارد این سانتر رو به زیبایی انجام میده. کات خوبی رو هم میده، با یک ضربه سر زیبا دروازه مارکوس رو باز میکنه. یک سانتر نرم با کات خوب و یک ضربه سر تماشایی